چرا جوانان ما ازدواج نمی کنند و از ازدواج رو می گردانند؟ دوستان عزیز، یک چیز را بسیار مد نظر بگیریم که وقتی یک جوان ما تصمیم میگیره که ازدواج بکنه و به خواستگاری یک دختر خانم می روند، اولین پرسان از پدر پسر این میشه که پسر شما چی کار میکنه؟ خانه داره؟ ماشین داره؟ پول و دلار و کلدار و افغانی و بیلدینگ قصرها و نمیدانم چی و چیز داره؟ اما متاسفانه از دین جوان پرسان نمیشه، از اخلاق و کردار جوان پرسان نمیشه. مگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ زمانی که یک جوان به خواستگاری دختر شما آمد، شما اگر از دو چیزی از او مطمئن بودید، اخلاق و دین از او، دختر خود را به ازدواج آن جوان درآورید. اما متاسفانه زمان میگه که اگر این پسر پول نداشت، خانه نداشت، دارایی و افغانی و کلار چیزا نداشت، دختر ما رو چی میگن؟ خوشبخت کردن نمیتوانه. دوستان عزیز، این را بسیار مد نظر بگیریم. وقتی که یک جوان ما چند مراتب میخواه ازدواج بکنه، به ازدواج رو میآوره، چون ما همه نفس داریم، شهوت داریم. وقتی که رد کرده میشود، متاسفانه این جوان ما به طرف فحشا و منکرات حرکت میکنه. و همون قسم وقتی که یک دختر خانم به خانه هست، چند مراتب به خانه اینها خواستگاری میآید، اما پدر ظالمش قلنها و نرخای بلند میگه دختر خود را به شوهر نمیدهد. ما عفت کلان را مراعات کرده باشم دیگه، متاسفانه این خواهر ما هم به طرف فحشا و منکرات سوق میگیره. دوستان عزیز،